بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر آقای دکتر. آقای دکتر میخواین شما شروع کنید؟ نه بفرمایید. عرض شود که من خیلی خوشحالم که امشب در میان شما هستم. این فیلم خیلی من خوشم اومد، یعنی کارگردان، نویسنده، پژوهشگر اولا تا اونجایی که میتونستم از منابع تصویری خیلی عالی استفاده کردن، آرشیو خوبی رو به دست آوردن. من چون خودم کارم اینه میدونم که برای یک فیلم مثلا شاید 5-6 دقیقه‌ای چقدر باید بریم خواهش و تمنا بکنیم. در حدود 45 سال پیش من فرستادن انگلستان، آلمان، سوئیس، همین فیلم‌ها رو آوردن اینجا. در حدود 500 فیلم مستند آوردن، نمیدونم کجاست، نمی‌بینم اینا چی شد، به چه روزی افتاد. تمام فیلم‌های از دوره ستارخان داره صحبت میکنه، تو تبریز داره دستش تکون میده، مستند ثابت بود به اصطلاح. مظفرالدین شاه دیگه کاری نداره. اولا فیلم بسیار زحمت کشیده بود، گوینده خیلی خوب صحبت میکرد. در فیلم ببخشید میخوام شروع کنم انتقاداتمو، برای اینکه اولا این جوانان در آینده همشون استاد میشن. اینا الان سنشون اینطور که میگفتن 22 سال، 24 سال، 25 سال. تکیه زیادی رو مرگ ناصر آمری شده بود، اصلا چنین چیزی نیست. چون من در جریان بودم، من روزنامه نگار بودم. تصادف تو جاده‌های شمال همیشه گاوا رو رها می‌کردن. هر شاید این مشکل رو ما داشتیم. اسب من آقای دکتر زیباکران داشتیم در گوشش میگفتم، گفتم من یادم میاد اون موقعی صحبت بود همیشه این گاوها و اسبا میومدن تو جاده، اتفاق میافتاد. اینا هم عادت داشت به سرعت بود، عصبی هم بود. بعد مورد عتاب و خطاب شاه قرار گرفته بود. تو اینایی که صحبت کردن من پورسفر رو با اینکه اختلافات نظری خیلی زیادی باش دارم از همه واقع بین‌تر و درست‌تر دیدم. صحبت‌های آقای پیروز مجتهدی زاده، من دلم می‌خواست الان اینجا بود باش، میشناسمش. آقای پیروز مجتهدزاده بسیار اغراق صحبت کردن. من با ایشون در تلویزیون چند تا برنامه داشتم، با هم دوستیم، خیلی هم رفیقیم، ولی مشکل ایشون اینه که حقایق رو کتمان میکنن و ای کاش ایشون اینجا بودن. من دلم میخواست ایشون طرف امشب مناظره من باشن، برای که جناب آقای عرض شود که دکتر پیروز مجتهدزاده کتابی نوشته در وصف کمالات آقای میرزا نصرالله آقاخان نوری، صدراعظم نوری، و تا دلش خواست از امیرکبیر خدمتگزار مظلوم بیچاره که بردن تو اون حمام خفش کردن عرض شود که بد گفته. مشکل من با ایشون اینه دارم که ایشون نظرگاه‌های بسیار افراطی و تحریف. آخرم دیدیم روزنامه اطلاعات اومد، اگر نگاه کنیم روزنامه اطلاعات اومد که جای کسانی که مخالف رستاخیزن عرض شود که در زندانه. همینطور هم بود. منم عضو رستاخیز شدم، در تلویزیون دستور دادن همین آقای مسعود بهنود که الان در BBC کار میکنه اومد گفت خسرو جان بیا عضو رستاخیز بشو. ما یه جلسه رفتیم، بسیار جلسه مهملی. و اون کسی هم که سرگروه بود آقای داریوش همایون بود که الان داشت صحبت میکرد. ببینید چقدر منطقی صحبت کرد، بسیار آقای باسوادی بود. صحبت که داشت میکرد دیدم خیلی منطقی صحبت کرد. عرض شود که صحبت‌هایی که در فیلم شد، حرفای آقای پورسفر رو من پسندیدم. اون قسمتی که برگشت گفتش که در مورد آمری شاه گفته که غلط زیادی نکن، شکر نکن، همه اینا درسته. آمری هم تصادفی به هیچ عنوان اگر شما فکر میکنید توطئه‌ای بوده، ساواک توطئه چیده که آمری رو از بین ببره، اصلا این قابل قبول نیست. خیلی کارگردان محترم و نویسنده رو این تکیه میکردن که حزب مردم عرض شود که این اتفاق افتاد. حزب مردم 30 نفر 35 نفر تو مجلس عضو نداشت، کاری نمیتونستن بکنن، در حالی که حزب ایران نوین جلسات یعنی تعداد نمایندگان 150 نفر بود. اکثریت با حزب ایران نوین بود. هر قانونی شما می آوردید حزب ایران نوین اقدام میکرد، قبول میکرد. در مورد فیلم در مجموع صحنه‌اش خیلی زحمت کشیده بودن. من نسبت به این سریال خیلی خوشحالم. ببینید این سریال وقتی از تلویزیون پخش بشه مردم نمیگن میگن آقا من و تو دیدی چی پخش کرد، دیدی BBC چی پخش کرد، خب اینا رو پخش کنید.
این جوانان رو بهشون میدون بدید. باور کنید پارسال 20 دی بود، یه جلسه وزارت میراث فرهنگی بود، یه جوانی یه فیلم آورد به نام آقای باغ شیخی درباره امیرکبیر، فوق‌العاده بود. همه جوان بودن، دخترها و پسرهای دانشجوی دانشگاه هنر کاشان بودن. من اینقدر از این فیلم خوشم اومد، به قدر این فیلم جالب بود، پخش نشد. نمیدونم چی شد، به کجا رسید، گفتم اینو بذار تو فضای مجازی. در مورد قسمت‌های مختلف فیلم انتخابات خیلی خوب بود، قسمت‌های مختلف بود. در مورد محتواش اجازه بدید وقتی وارد بحث شدیم که چرا، من این یادداشت رو آوردم که چرا در ایران حزب هیچ وقت نگرفته. یه حزب هم که گرفته یا حزب جبهه ملی که خودش چندین حزب بوده و حزب توده بوده، یه علتی بود که کسانی که این کار بودن رفتن. آقای دکتر اقبال چگونه میتونه حزب بسازه؟ پزشک عالی و عفونی، استاد دانشگاه پزشکی، کسی که سالن تشریح رو درست کرد، به گردن همه پزشکای ما حق داره. تو چطور میخوای حزب درست کنی؟ آقای علم تو چطور میخوای حزب درست کنی؟ ارزی فعلا ندارم. خیلی ممنون از آقای معتزد. آقای دکتر زیبا کلام، آقای معتزد فیلم رو در واقع فیلم منصفانه و قابل تقدیری میدونن و نکاتشون رو فرمودن. من خواستم نظر خود شما رو هم داشته باشم در مورد مستند، که حالا شما مستند رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به نکاتی که تو فیلم مطرح شد و با توجه به اسنادی که حالا فیلم داره اشاره میکنه، حالا هم اسناد مکتوب و هم اسناد تصویری که مورد اشاره قرار گرفته. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران ارجمند، من از یک جهت خوشحالم که این گونه فیلم ها، مستند ها داره ساخته میشه، اما معتقدم که چه این مستندی که ما دیدیم در مورد حزب رستاخیز و چه مستند هفته گذشته که در مورد سوفار بود و چه حالا مستندهای دیگری که ساخته بشه توسط نسل جوان نسل بعد از انقلاب، نسل‌های بعد از انقلاب، با دو مشکل اساسی مواجه هستن. اون دو مشکل این هستش که اگر یافته هاشون در اون مستندی که دارن میسازن، تحقیقی که دارن میکنن و میخوان در قالب فیلمشون نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت انعکاس پیدا کنه، چون تاریخی و سیاسی هستش، اگر با روایت حکومتی نخونه چیکار باید بکنن؟ اگه مستندی که آقای واله ساختن، جایزه هم گرفتن در مورد حزب رستاخیز، با نظر نظام، با نظر حکومت در مورد حزب رستاخیز و محمد رضا شاه پهلوی نخونه، چی میشه به نظر شما تکلیف یه همچی مستندی؟ بنابراین واقعا کسانی که میخواهند در ایران مستند تاریخی بسازند کار بسیار دشواری دارند، برای اینکه در جامعه‌ای دارن مستندسازی میکنن که اون نظام اون جامعه، نظام حاکم بر اون جامعه نظر داره در مورد اون چیزی که اینا دارن میسازن. حالا اگر که نظر آقای واله با نظر حکومت تعارضی پیدا نکنه، خب مشکلی به وجود نمیاد. اما به فرض اگر نظر واله ها با حکومت نخونه، با نظام نخونه، تکلیف چی میشه؟ اینو
به طور کلی در مورد همه این گونه مستندها بایستی گفت. حالا مجبور میشن نمیدونم از این ور بزنن از اون ورش مقداری بزنن، به یک شکلی به هر حال بتونن مجوز حکومتی رو بگیرن که ساختشون دیگه نره توی بایگانی. مشکل هست. اما در خصوص مستند که در خصوص رستاخیز بود، درست میگن جناب معتضد از نظر نشون دادن تصاویر ایران معاصر اینها و خوب بود، ولی واقع مطلب این هستش که بالاخره اگر شما چیز زیادی در مورد ایران عصر پهلوی ندونید، خیلی متوجه نمیشین که چرا رستاخیز به وجود اومد و اساس انگیزه های شاه چه بود برای ایجاد حزب رستاخیز. چی فکر میکرد که چون در آثار این گونه شما زمانی موفق میشید که اگر این فیلم رو به فرض محمد رضا شاه پهلوی میدید میگفتش که آره آقای واله چه جالبه، تا حدود زیادی تونسته بفهمه که دلایل من چی بود برای ایجاد حزب رستاخیز. ما اگر که محمد رضا شاه پهلوی و اگر تاریخ ایران اون عصر این فیلم رو ببینه و این فیلم سنخیتی با واقعیت ها پیدا نکنه، من فکر کنم نمره‌ای که باید به این فیلم داد هم بایستی اون جنبه های هنریشو در نظر گرفت و هم واقعیت های تاریخی رو در نظر گرفت. از نظر جنبه های هنری به نظر من خوب بود برای کسی که فکر کنم اولین مستندشون بود، سنی هم ندارن دیگه. اما از جهت کشف حقیقت، چون کار مستندساز کار مورخ کشف حقیقته، از نظر کشف حقیقت نمیدونم، به نظر من نمره خیلی بالایی نمیتونن بگیرن. ببینید مثلا فقط به عنوان نمونه اینم بگم تموم بکنم، مواقعشو بذارم در قسمت‌های بعدی. مثلا مقدار زیادی از فیلم در مورد انتخابات مجلس 20 بود دیگه آقای معتضد که سال علتشو خوب نتونست سال 43 که مشکلات و اینایی که به وجود میاره و اینها، در حالی که حزب رستاخیز 10 سال بعدش به وجود آمده. ببینید ببخشید 39 بود. سال 39 اینا چه نتونسته پل بزنه، نه اگر هم ارتباطی بوده که قطعا بوده، این آقای واله نتونسته به مخاطب نشون بده. تنها چیزی که آقای واله تونست بگه و درست هم بود فقط یک مورد بود، فقط یک حقیقت بود، اینم این بودش که شاه میخواست حزب رستاخیز رو به وجود بیاره و به وجود آورد. ولی کار مهم، بله خب اینا همه ما میدونیم که محال ممکن بودش که اگر شاه نمیخواست حزب رستاخیز به وجود نمیتونست به وجود بیاد و قطعا شاه میخواسته که حزب رستاخیز به وجود بیاید. ولی آیا مستند تونست نشون بده که چرا شاه خواسته بوده که حزب رستاخیز به وجود بیاید و چرا نتونست موفق بشه؟
به دموکراسی پرداخته بود به نظر من، یا نمیبایستی میپرداخت، حالا چه از نظر شاه چه از هر نظر، یا باید درست میپرداخت. اونجا به نظر من نمره بسیار منفی میگیره از جهت ارتباط مستند با دموکراسی که حالا توی قسمت‌های بعدی توضیح خواهم داد. خیلی ممنون از شما دکتر زیباکرام. خب اگر دیگه دوستان اجازه بدن وارد بحث خود موضوع مستند بشیم که در مورد حزب رستاخیز هست. من یه مقدمه‌ای رو حالا عرض می‌کنم، اگر آقای معتضد دیگه وارد بحث بشن ممنون میشم. ما طبق حالا فکت هایی که مستند ارائه داد، از تقریبا میشه گفتش که سال 53 با اون سخنرانی مشهوری که خود شاه داشت وارد بحث خدمت شما عرض بکنم تک حزبی شدن شدیم و حزب رستاخیز همه احزاب رو تعطیل کرد و ایران تک حزبی شد. و تا قبلش ایران اینطوری نبود، یعنی از شهریور 1320 که محمد رضا پهلوی به سلطنت رسید تا سال 1352 ایران در بخش‌های مختلف چند حزبی بود. یک مقطعی حزب توده بلافاصله بعد از اینکه رضا شاه از ایران فرار کرد در مهر 1320 حزب توده ایران اعلام موجودیت کرد، فعالیت داشت، بعد از ترور شاه غیرقانونی اعلام شد و فعالیت زیرزمینی پیدا کرد. حالا تو مقاطع دیگه حزب زحمتکشان دکتر مظفر بقایی رو ما داشتیم، احزاب دیگر رو داشتیم، اما دیگه رسما سال 53 ایران تک حزبی شد و همه احزاب دیگه منحل شدن و غیرقانونی اعلام شدن. چی شد که آقای معتضد شاه به این نتیجه رسید که ایران رو تک حزبی بکنه و با تک حزبی ایران رو به پیش ببره و فکر می‌کرد که این روش خوبی برای مملکت داری هست؟ همونطوری هم که آقای سلیمی هم توی بخش اشاره کردن، دقیقاً یک سال قبل شاه همین تفکر رو نفی کرده بود که تک حزبی بودن دیکتاتوریه و همچین کاری ما در ایران نخواهیم کرد، ولی یک سال بعدش دقیقاً حرف خودش رو نقض کرد. شاید که یه ایراد به خود شما میخوام بگیرم. خواهش می‌کنم بفرمایید. الان فرمودید که چی شد که یک دفعه حزب‌ها از بین رفت. حزب‌ها از 28 مرداد از بین رفت. والله واسه حزب نداشتیم که. حالا مثلا حزب زحمتکشان دکتر بقایی بود دیگه. طوری صحبت فرمودی که مثلا اعضا بوده شاه صبح بلند شده گفته حزب‌ها نباشه. 28 مرداد بسیاری از احزاب، یعنی حزب همون دکتر بقایی، دیشب داشتم یه سندی می‌خوندم تازه منتشر شده که شاه بقایی رو می‌خواد روزهای آخر میگه آقا بیان نخست وزیر بشو، میگه آقا شما نمیذارید، شما دخالت میکنید فایده نداره. خب من چیکار کنم؟ باید جزیره کیش تشریف ببرید اونجا، دخالت نکنید، من بلدم چیکار کنم. چون آدمی بود جبهه، هنوزم یه من تو این انجام چیزی که میرم مؤسسه مطالعات باز یه طرفدار دارم. ارتش بم جمع میخواد، میگه بیا وزیر جنگ بشو، جناب عرض شود که طرفداران حضرت آیت الله خمینی تو رو قبول دارن. برگشت کن قربان شما نمیذارید من کاری بکنم. کتابش هم در آورد، من تو ایران در آوردم، پراکنده بود. اصلا ما حزب نداشتیم. جبهه ملی ببینید حزب ایران تعطیل میشه، نیروی سوم تعطیل میشه، حزب توده که از سال 1127 عرض شود که منحله اعلام شده بود. بعد این جمعیتایی که جاش اومدن همه دارن که به اصطلاح سرکوب کردن به خاطری که حزب توده ملهم شوروی. به نظر من در مورد حزب توده هر چم صحبت کنن، هر چم حرف بزنن، حزب توده به دموکراسی ایران خیانت کرد. یعنی یکی از عللی که شاه در 28 مرداد اینقدر بساط بکوب و زدن و کشتن و راه اینا همین حزب توده بود. خب بنابراین ما حزبی نداشتیم قربان. یک اعلامیه اللهیار صالح وزیر رضا شاه بوده، معاون داور بوده، خیلی هم حتی محمد رضا شاه به این احترام میذاشته. حتی گفته ولیت که متولد میشه میگه تو بیا بشو مربی ولیت، و میگه نه یه خانم فرانسوی رو بیارن که بیاد مربی ولیت میشه. اللهیار صالح یه اعلامیه میده از آیزنهاور که میگه ما میخوایم صلح در دنیا برقرار بشه، تعریف میکنه، میگه اینا رو حزب ایران رو چیز کنیم ببندیم. من یه کلماتی سریع براتون میخونم. ایران یک سرزمینی از پیشینه حزب داشته. ایرانی‌ها مردمی هستن که اگر آزادشون بذارن حزبای عالی تشکیل میدن. حالا بهتون میگم
حزب عرض شود که اولین حزبی که در ایران تشکیل میشه حزب دموکراته، مال زمان نایب السلطنه ناصرالملک. میگه مثل انگلستان یه محافظه کار درست کنید، یه کارگر درست کنید. حزب مقابلش حزب اعتدالیه، حزب اعتدالی نو درست میشه. فرقه دموکراتی درست میشه در خیابانی که هدفش دفاع از ایران بوده، تجزیه ایران نبوده. گفته چرا اسم قفقاز رو گذاشتین آذربایجان؟ اونجا آذربایجان نیست، اینجا آزادیستان. آزادیستان یعنی تبریز. حزب اتفاق اسلام بوده. عثمانی‌ها درست کردن، میرزا کوچیک‌خان و دیگران به خاطر اتفاق اسلام به اون حزب گرایش پیدا کردن و دخالت هم نمیذاشتن عثمانی‌ها بکنن. حزب بود که مسلمانان با هم متحد بشن. حزب ضد اجنبی ذات الف رضا شاه درست کرد، کریم بوزرجمهری و نظامی‌ها درست کردن. حزب ایران جوان زمان رضا شاه درست شد. حزب ایران نو تیمورتاش درست کرد. حزب کمونیست ایران در سال 1299 در باکو درست شد. حزب عدالت پیشوری در باکو درست کرد. حزب اراده ملی بعد از شهریور 20 ستزیا درست کرد. حزب توده روسا درست کردن، اونایی که زندانیان سیاسی بودن، گروه 53 نفر با حمایت سفارت شوروی. حزب عدالت اشرافی‌ها درست کردن، مثل آقای علی دشتی، مثل خاجرونی. حزب زحمتکشان ایران دکتر بقایی، مظفر بقایی، بسیار آدم اینکاره‌ای، یعنی اگر من جای شاه بودم میگم آقا بیا حزب ملیونه بدین دست دکتر بقایی. بقایی 1 سال 2 سال این فرستاد تبعید، فرستاد تو بندرعباس، پدرش رو در آوردن واسه نماینده کرمان بشه. یه نامه به فرانسه به شاه نوشته، نامه‌اش تو مؤسسه نوشته من به شما خیلی خدمت کردم، حق من نبود که منو بفرستید در بندرعباس زندانی بشم. روزهای آخر دنبالش میفرستم، التماس میکرد آقای بقایی یه کاری بکن، شاید آقای خمینی تو رو قبول داشته باشه. همین کسانی که من یک سندی دارم الان مثلا شما میتونید پیدا کنید، الان میگه رفته به شاه گفته قربان علایان ساله داره یه کارایی میکنه، دکتر بقایی داره یه کارایی میکنه، شایگان داره یه کارایی میکنه، سنجابی داره یه کارایی میکنه، دکتر علی امینی اشرافی داره یه کارایی میکنه. گفت شپش کنده لحاف. فکر کن آدمی به رجال ایران، اینایی که مورد اعتماد پدرش بودن، بابا علایار صالح رضا شاه تو رو خیلی دوست داشت، گفت شپش کنده لحاف. اینا کرم‌هایی هستن که میلولن، اشکال از خودش بود. من دارم جلو شما میگم، من خیلی به شاه معتقد بودم، در اینکه من بچه بودم، من 5 سالم بود در چهارراه عرض شود که همینجای انقلاب اون بودن چهارراه پهلوی، شاه که اومد ماشینشو مردم بلند کردن، ماشینش از زمین بلند کردن بعد از جریان فرقه دموکرات آذربایجان، مردم گریه میکردن، دوستش داشتن. قدر نفهمید، قدر این احساسات پاک مردم نفهمید و این جریان عرض شود که حزب در حقیقت در ایران کلک بود. بفرمایید این گزارش ساواک درباره حزب ملیونه نگاه کنید. حزب ملیون ببینید چی دربارش نوشته. خانم فلان کیه؟ سابقه خانم فلان کیه؟ میخواد وکیل بشه، این اولیشه. این حزب مردمه، این یکی درست کرده علم این کاری نبود. الان شما یه پزشک مثلا غیر وارده دیگه بیا بشین بحث رو یا به من ربطی داره. الان من اومدم یه سمینار پزشکی میگم من اطلاع ندارم، این کتاب رو نگاه کنید. حزب مردم گزارش‌های ساواک لحظه به لحظه، این 4 جلد بود، سنگین بود نتونستم بیارم. گزارش‌های ساواک از حزب ایران نوین، ببینید دونه دونه خانم فلان وارد اتاق آقای دبیرکل شد، 1 ساعت در داخل اتاق بود، من نگفتم، مأمور ساواک داره میگه. آمد بیرون به شوهرش گفت درست شد، کار وکالت درست شد. اینا بود. بنابراین از روز اول احزاب دولتی که شاه درست کرد، من راحت میتونم که آمریکا دستور داد. 1334 اصلا صحبت از حزب نبود که 1334 35 یک کسی هست به نام بادلین، این تو سرنوشت کشور ما تأثیر داره. 14 اصل پیشنهاد کرده، گفته اعلیحضرت اگر میخوان بر کار خودشون بمونن، سلطنت داشته باشن، خواهش میکنم به خانواده پهلوی بگین اینقدر دخالت نکنن. تمام املاک این مملکت مال خانواده پهلوی. شرکت هواپیمایی الان شده آسمان، ایر تاکسی چرا مال اعلیحضرته؟ کشتیرانی نفتکش چرا مال اعلیحضرته؟ چرا بنیاد
موقوفات پهلوی که بعد شد بنیاد پهلوی، اعلیحضرت هواپیمایی درست میکنه، اعلیحضرت میاد عرض شود که شرکت نفتکش درست میکنه، شرکت بازرگانی درست میکنه. همه اینا رو آمریکایی بهش تذکر دادن. 14 اصل بافین. همین الان رفتید بیرون یک کتابی هست به نام قلم و سیاست، محمد علی صفری درش اینا رو گذاشته. اصل اینم تو کتاب همون جیمز بیل آمریکا و ایران، عقاب و شیر و چه همه نوشته، ناسیونالیست در ایران. حالا اسم رو نمیدونم درست میگم یا نه، فکر کنم کتاب ناسیونالیست در ایران جیمز بیل معمول از شرایط که آمریکا سفارت آمریکا بوده. برای این سفارش بوده. اومدن با آمریکا یا به شاه گفتن آقا دو تا حزب درست کن، این جریان فرماندار نظامی رو به هم بزن، مثل آمریکا یه سازمانی درست کن، سازمان CIA که اطلاعات خارجی داشته باشه، FBI اطلاعات داخلی داشته باشه. این سفارش کردن. خب اگه من جای شاه باشم یا آقای دکتر زیبا کلام باشه، میگه چی آدمی این کاره باشه. خب خیلی بودن. آقا دکتر اقبال پزشک عفونی بسیار باسواد، به گردن ما همه حق داره، برای که این سالن تشریح دانشکده پزشکی رو اون درست کرد. اون اومد درست کرد، مرده نمیشد تشریح کرد، اومد درست کرد، آدم حسابی بود، پزشک عفونی بود، خیلی هم زحمت کشید. اینو تو چرا کردی رهبر حزب ملیون چه ربطی به اقبال داره؟ آقای علم در عمرش با حزب و حزبکاری خان بود. یه خانی بود که این موقع فرماندار بلوچستان بود. یه کسی اومد یه حرفی زد مأمور دولت، گفت برنش به درخت شلاقش بزنه. ایشون چطور میتونه در دست حزب باشه؟ بنابراین بنیاد این حزب قلابی بوده. دستور همون حرفی که آقای پورسفر زد که من میگم درست داره میگه، بنیاد این بود که ایران حزبی باشه، سر مردم رو جمع کنه، ولی آن که وارد حزب میشد مردم باشه نمیرفتن. شما یکی از این فیلم ها دیدید عکس این دهی پاورنه ایستادن، مردم بیچاره هستن، روشن نوشته رستاخیز، نمیرفتن. خود من تلویزیون کار میکنم، گفتم آقا شما این معتزد باید از عضو رستاخیز بشید. همین از دیگه گفتن ولا کارتو قطع میکنیم، برنامه سازی رو قطع میکنیم. رفتیم آقای بهنود هم بود، آقای بهنود دارو شمایی یه جلسه رفتیم، اصلا مسخره است، قانون بود، هر قانون 40 نفر داد باشن. داماد ما رئیس بانک ملی عرض شد که فروشگاه فردوسی گفت خبر داری من رئیس کانون رستاخیز شدم؟ اصلا این کاره نبود، یه آدم بانکی بود، یعنی حالت شوخی. یعنی حالا سوال اینه از آقای زیبا کلام، آقای زیبا کلام شاه یه دوستی داشته به نام چاوشسکو، خیلی هم باش دوست بوده، رئیس جمهور رومانی بود که یادتون میاد در سال 1369 از ایران که رفت کودتا کردن، خودش و زنش رو کشتن. اینا ام‌الفساد بودن، به قدر این خانواده فاسد و پلید و دزد بودن. یک کتابی در اومده به نام افق خونین، اینو ژنرال یون میهای پاسپا نوشته، رئیس سازمان دایم یعنی سازمان امنیت رومانی. خواهش کنم درباره دربار ایران چی نوشته. کتابش هم به زبان فرانسه بود. دکتر کاووسی به من گفت، من از فرانسه رفتم آورد برای من دادم، یه مترجمی ترجمه کرد، بسیار کتاب عالی بود. چاوشسکو بهش گفته گفت شما این حزب چی حزب ایران نوین و حزب مردم؟ ببینید یه جای شاه میگه همه توقع دارن، همه میخوام وکیل بشن. خب ما همه حرفا رو هر یه کاسه کنیم که چارجا پول ندیم. بگه زمان مصدق، دکتر مصدق به حزب پول میداد، خودشون کارو میکردن. من میخوام یه مقایسه کنم. یه شخص هست به نام احمد قوام السلطنه. اول انقلاب شما که اسم نمی آوردید هم نمی که آقا قوام السلطنه مرتجع. در گذشت زمان ما فهمیدیم اگر قوام السلطنه نبود آذربایجان و کردستان از ایران جدا میشد، فراورده نداشت. یه سیاستمدار حسابی یه فیلمی داره از این، من تو تلویزیون بارها نمایش دادم. قوام وارد فرودگاه مسکو میشه، باور کنید از اون طیاره دو موتوره پیاده میشه، مولوتوف میاد وزیر خارجه شوروی، چه احترامی چه سلامی. بعد یه رژه، یک گردان سرباز از جلوش رژه میرن، مولوتوف در ماشین رو باز میکنه، میره توی ماشین مینشینه، چه احترامی. در 20 روزم در مسکو بوده، صحبت میکنه، یه دیپلمات برجسته. بالاخره استالین رو واقعا فریب میده، خود روسا میگن، میگه که من شما رو تخلیه میکنم، شما تخلیه کنید، ارتشتون رو ببرید، جنبش پیشروی رو سرکوب کنید، یعنی ولشون کنید، ما بلدیم چیکار کنیم، ما نفت رو به شما میدیم، مجلس آینده مال شماست. آقای احمد قوام السلطنه یه حزب تشکیل میده، چون حزب توده در ایران خیلی جلوه داشت. حزب توده رو خانوما وقت
وقتی توی کارخونه کار میکنن چرا باید وقتی حامله میشن باز کار بکنن؟ اگر میخوای یک زنی حامله بشه اون صاحبکار بی‌انصاف میگفت این مرخصی بره بدون حقوق. حزب توده با نخیر این باید 2 ماه یک ماه بهش استراحت داده بشید بره بچه رو بزرگ کنه، بچه رو بگیرید. آقای قوام مستقلی حزبی درست میکنه به نام حزب دموکرات ایران. دیروز داشتم میخوندم اساسنامه شد نوشته چرا خانم کارگر باید 1 ماه مرخصی بره، 2 ماه مرخصی بره با حقوق. تمام موارد که نوشته از حزب توده جلوتره. به قدر این حزب دموکرات ایران حزب دولتی هم بودا، ولی آدمایی که بودن احمد آرامش، حزب کار، آقای موسوی زاده کسی که در زمان رضا شاه اون جنایتکاران شهربانی رو بعد از رضا شاه محاکمه کرده بود. هر کی کنارش هست آدم حسابی، آدم حزبیه. بنابراین حزب توده رو فسادش رو کاسد کردن، کساد کردن. آقای اعلیحضرت همایونی میخواست در هر کاری وارد بشه. دکتر امینی گفت من ندیدم در دنیا، خدا بیامرزه، یه جا اومد فیلمشو من دیدم، گفت در دنیا ندیدم یک شاه بخواد نخست وزیر بشه. آقا تو مقامت بالاست، تو شاهی، تو غیر مسئولی، تو نباید تو این کارو دخالت کنی. خودم رهبر حزب باور کنید یه جا اینجا من دیدم حزب ایران نوین درشون اعلیحضرت فرمود رهبر این حزب خود من خواهم. برنامه‌اش بود که رهبر ایران نوین بشه آقای حسن علی منصور. شما اصلا در گذشته حسن علی منصور بخونید، یه اشرافزاده خوشتیپ خوشلباس از جوانی در سفارتخونه ایران، اصلا گزارش سواد نوشته ایشون هیچ گونه معلومات اساسی نداره، ایشون یه زبان فرانسه و انگلیسی رو یاد گرفته، ایران رو نمیشناسه و بعد دیدید چطور کشته شد، به چه راحتی کشته شد. وقتی آدم بفهمی مملکت ایران رو بشناسه، آدم رو بشناسه، در دقیقه جان خودش میتونه حفظ کنه. بنابراین این فیلم قربان از این نظر جالب بود که به نظر من نکاتی گفته شد. 1-2 تا نکته من یادم رفت. یکی همین که ایشون نمیدم انتخابات سال 20 2 تا انتخابات ما داریم. کندی میاد در آمریکا و از سر کار اعلام میکنه که این مختصره. کندی در ایران عواملی داشته نه که جاسوس باشن، آدمای حسابی، علایار صالح، برادرش غلام حسین صالح که چیز بوده مترجم سفارت بوده، همیشه آمریکایی‌ها با اینا مشورت میکردن. گفت آقا انتخابات شما قلابیه. شاه میگه مجلس 20 رو ببندید. مجلس 20 دوباره که تجدید میشه خیلی جالبه، بهش میگن انتخابات زگانه. اگر گفتید زگانه یعنی چی؟ یعنی یا زور باید بدید، یا زن یا زن. انتخابات زگانه در زمان شریف مامی این بود که کندی به شاه اخطار میکنه، میگه شما باید فکر رفتن باشید. میگه چطوری؟ میگه اگر دکتر امینی که ما قبول داریم بیاریم اصلاحاتی میکنه شما میتونید سلطنت خودتون ادامه بدید. همون 14 اصل قابلی. ببخشید. خیلی ممنونم، لطف کردید آقای معتزد. آقای زیبا کلام خدمت شما باشیم. حالا آقای معتزد یه بازخوانی از احزاب کردن بعد از شهریور 20 که حالا چه اتفاقی افتاد، چه فراز و نشیب‌هایی رو طی کردیم و معتقدم اساسا بعد از کودتای 28 مرداد که اساسا حزبی در ایران فعال نبود، شاه تبدیل شده بود به یک فردی که احساس می‌کرد که حکومتش در خطره و اگر نخواد خودش مستقیما وارد امر حکومت داری بشه و ایفای نقش بکنه، ممکنه مثلا دوباره همون خطرات تهدیدش بکنه و مثلا حکومتش رو از دست بده. حالا این هم گفته میشه دیگه، شاه مثلا از شهریور 20 تا مرداد 1332 یه شخصیتی داشته، بعد از 1332 دیگه شخصیتش متحول شده و تبدیل به یک آدم دیگه شده، چون یه خطری رو احساس می‌کرد که حکومتش متزلزله و ممکنه حکومتش رو از دست بده. می‌خوام نظر شما رو بدونم و اینکه خود شما اساساً رویکرد و تفکر شاه در مورد حزب و حزب‌های در ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید و ما هر چقدر هم که دیگه به انقلاب نزدیک میشیم روحیه شاه هم یک روحیه خاص‌تری میشه، یک فردی که ظاهراً دیگه هیچ تمایلی نداره رقیبی داشته باشه و همه چیز ایل خودش تعریف بشه، برخلاف حالا اون دوره اولش که یک جوانی بالاخره بوده که حالا یک روحیه خاصی هم داشته، ولی هر چی که دیگه نزدیک میشیم به دوره انقلابی روحیه شاه دیگه یک روحیه ظاهراً مستبدانه تری هم میشه. ببینید 2-3 تا مسئله است که اینا رو بایستی بهش توجه داشت و خلق نکرد. یکی اساساً بحث
احزاب و تشکل‌های سیاسی و فعالیت‌های گروهی سیاسی در ایران است. توی اتاق من، دفتر من در دانشکده حقوق، یکی از بیشترین رساله هایی که هستش عنوانش این هستش که چرا احزاب و تشکل های سیاسی در ایران نتونستن موفق بشن، یا مثلا بررسی احزاب در این مقطع. و کم نیستن کسانی که معتقدن که ایرانی ها، اساسا ما ایرانی ها روحیه کار دست جمعی نداریم. ما ایرانی ها خودمحور هستیم، تکرو هستیم، روحیه کار به قول فرنگی تیم ورک نداریم و فقط به فکر منافع خودمون هستیم. هر کی میخواد گلیم خودش از آب بکشه بیرون. توی همچین جامعه‌ای کار مشترک نشدنی است. یه همچین باوری وجود داره. یک نگاه دیگری هست که میگه که اساساً احزاب و تشکل‌های سیاسی یه جورایی واسه قدرت هستن و شاید شما از برخی از رئیس جمهورامون شنیده باشید حتی بعد از انقلاب که با افتخار گفتن که من وامدار هیچ حزبی نیستم، من مستقل هستم. یا مثلا افراد مختلف وقتی صحبت میکنن میگن من حزبی نیستم، من با هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارم، من مستقل هستم. ببینید اینا از نظر فرهنگ جامعه شناسی سیاسی خیلی مهمه که چرا اینکه یه سیاستمدار، یه رجل سیاسی، چرا این باید ارزش باشه که بگی من مستقل هستم، من وامدار هیچ حزبی نیستم، من با هیچ حزبی فعالیت ندارم، نمی کنم. اینها قطعا قبل از انقلاب هم اینجوری بوده، زمان محمد رضا شاه پهلوی هم این گونه بوده. موضوع دوم این هستش که ما با فردی به نام محمد رضا شاه پهلوی سر و کار داریم که زمام امور کشور در دست او بوده. روایت بعد از انقلاب، تصویری که از این فرد ساخته این هستش که او کاری نبوده. آمریکایی‌ها بهش میگفتن که این کارو بکن، سمعاً و طاعتاً. انگلیسی‌ها بهش میگفتن این کارو بکن، سمعاً و طاعتاً. و اصلا رقابت بین انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بوده که مثلا تعیین تکلیف میکرده، همچنان که تو بخشی از این فیلمم تو همین مستندم بود. این روایت نظام بعد از انقلاب هستش که محمد رضا شاه پهلوی آدم خائنی بوده، آدم مزدوری بوده، هر کاری کرده خیانت بوده و به دستور قدرت‌های غربی، مشخصاً هم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بوده. این روایت چون از اساس نادرست و غلط بوده، با مشکلات زیادی داره یواش یواش مواجه میشه و مواجه شده. رضا شاه روحشاد پاسخی هستش به این روایت غلطی که نظام جمهوری اسلامی سعی کرده که توی این 43 سال حاکم بکنه که چون از اساس درست نبوده داره بیشتر با مشکل مواجه میشه. این نکته دوم. نکته سوم این که محمد رضا شاه پهلوی 37 سال حکومت کرده، از شهریور 1320 تا همون 26 دی که دیگه کشور رو ترک میکنه و میره در سال 57. شما به هیچ وجه نمیتونید یه خط مستقیم ترسیم بکنید و تمام اون 37 سال رو تقلیل بدید به یه روایت، برای اینکه کارتون از اساس نادرست میشه، واسه اینکه هم جهان در این 37 سال داشته تغییر و تحول
میکرده، هم ایران داشته در این 37 سال تغییر و تحول پیدا میکرده و اینکه شما بیاد یه خط مستقیم بکشید و بگید که از شهریور 1320 تا 22 بهمن 57 ما با یه محمد رضا شاه پهلوی طرف هستیم، سخت در اشتباه هستید، برای اینکه عرض کردم هم شرایط بیرون از ایران هم شرایط داخل ایران داشته تغییر می‌کرده. نکته بعدی این که اساساً محمد رضا شاه پهلوی به اصول و مبانی تحزب چقدر باور داشته، چه زمانی که به اصطلاح چند حزبی بوده، حزب مردم بوده، حزب ملیون بوده و چه زمانی که از اسفند 53 به این طرف تو اون 3-4 سال آخر که فقط حزب رستاخیز بوده. شاه اساساً چقدر به مبانی و فلسفه احزاب، چه عرض کردم چند حزبی چه تک حزبی باور داشته. پاسخش این هستش که شاه اساساً هیچ باوری نه به نظام چند حزبی داشته نه به نظام تک حزبی. چرا؟ برای اینکه شاه از نظر فکری در رأس یک حکومتی بوده که معتقد بوده که خودش عقل کله. شاه معتقد بوده که من محمد رضا شاه پهلوی من میدانم که چه چیزی بهترین سیاست هستش برای ایران، چه چیزی بهترین سیاست خارجی هستش، چه چیزی از نظر اقتصاد بهترین هستش، چه چیزی از نظر صنعت، چه چیزی از نظر توسعه. در یه همچین نظامی که حکومت عقل کل هستش و تمام امور داخلی، خارجی، فرهنگی، اقتصادی همه رو حکومت کامل میدونه، شما میخواین حزب درست کنید که چی کار بکنید؟ اگر قرار بشه که صدقنا بگویید به حکومت که خب دیگه همینجوری صدقنا میگین دیگه. اگر قرار حزب درست بکنید این حزب افکار و عقایدی داشته باشه، نگاهی داشته باشه که اون نگاه متفاوت با نگاه حکومت باشه، حزب پیر غیب گرفتار میشه. چرا؟ چون حکومت خودشو بر حق میدونه، حکومت خودشو عقل کل میدونه و میگه اون چی که من میگم، اون چی که من میاندیشم، اون چی که من میخواهم اون بهترین است. بنابراین دیگه صحبت حزب بی‌معنا میشه، صحبت تشکل سیاسی بی‌معنا میشه. چه حالا اسمشو بذاریم چند حزبی، چه بذاریم اسمشو تک حزبی. بنابراین ای کاش این در فیلم که آقای واله زحمت کشیدن درست کردن به یک شکلی میتونست نشون داده بشه که در نظام‌های اقتدارگرا، در نظام‌های ایدئولوژیک، در نظام‌هایی که حکومت خودش عقل کل میدونه، حزب بی‌معنا میشه اساساً. چه محمد رضا شاه پهلوی چه هر نظام اقتدارگرای دیگری که حکومت به اون نظام عقل کل هستش. حالا من فکر کنم به همین مقدار بسنده بکنم تا انشاءالله در حالا من این سوالی هم آقای دکتر بکنم، چون آقای معتضد بخش قبلی حدود 20-25 دقیقه صحبت کردن، اینجا یه اشکالی نداره. حالا من این سوالی میپرسم بعد خدمت آقای معتضد میرسیم. تیمسار منوچهر هاشمی رئیس اداره 8 ساواک یک کتابی رو دارن خارج از ایران منتشر شده، تقریبا حدود 15-20 سال پیش ایشون فوت شده. بعد ایشون تو اونجا اشاره میکنن، میگن آخرین روزهایی بودش که دیگه حکومت شاه برقرار بود قبل از انحلال ساواک، میگن ما یه دیداری داشتیم با شاه تقریبا مثلا 1 سال هستش قبل از انقلاب. میگن که ما از اعلیحضرت پرسیدیم که آقا شما مثلا برنامه‌تون برای اداره کشور چیه؟ خب شاه به من تلویحاً گفتش که من دیگه تقریبا روزهای آخری هستش که میخوام سلطنت باشم و دیگه ما مثلا فرتوت و پیر شدیم، کم کم دیگه خدمت شما هستم پسرش که حالا مثلا اون موقع جانشینش دیگه محسوب میشد، دیگه باید امور رو در دست بگیره و
یک دوره جدیدی در ایران شروع خواهد شد و ما هم خودمون یعنی داشت سران ساواک و ارتشون میگفت که ما هم باید بازنشست بشیم و دوره جدیدی در ایران شروع بشه. حالا این روایتیه که تیمسار منوچهر هاشمی تو کتاب خاطراتش میاره. من میخوام ببینم که شما چه روایت رو قبول دارید؟ به نظرتون اگر انقلاب نمیشد در بهمن 57 و ادامه پیدا می‌کرد سلطنت پهلوی، ممکن بود که مثلا رضا پهلوی روی کار بیاد و شاه حاضر بشه که فضای جدید در کشور رونق بگیره و اتفاق بیفته، مثل شاید همین اتفاق سوری که ما داریم در عربستان الان می‌بینیم که مثلا کسی مثل بن سلمان میخواد به صورت ظاهری یک فضای جدیدی رو تو عربستان نشون بده که فضای جدیدی و دوره جدیدی شروع شده به عنوان ولیعهد. و حالا شما این رو می‌پذیرید که مثلا اگر انقلاب نمیشد در ایران، شاه و پسرش مثلا به این سمت می‌آمدن که احزاب در ایران فعالیت بکنن، ایران یک فضای جدیدی توش رقم بخوره؟ ببینید، شاه مثل تمام دیکتاتورها با آنچه که می‌کرد باور داشت. ببین، اساس و بنیان دیکتاتوری از اینجا شروع میشه که اینجوری نیستش که دیکتاتور فکر کنه که حقیقت و واقعیت چیز دیگریه، اما من به چیزهای دیگری باور دارم. همه دیکتاتورها معتقدن که کار درست رو اونا دارن میکنن، سیاست درست رو اونها دارن اجرا میکنن و دیگران که باهاشون مخالفت میکنن یا احمقن یا ناآگاهن یا جاهلن و الا که مزدور و سرسپرده و خائن هستن. محمد رضا شاه پهلوی هم دقیقاً اینجوری میاندیشید. به اوریانا فلاشی میگه، همون که تو این مستندم بود، اوریانا فلاشی به شاه میگویند که با این اگر میشه اعلی حضرت با این مصاحبه نکنید. این اوریانا فلاشی اینجوری نیستش که تو فروشابش یه قالیچ ابریشم بدین، سکه طلا بدین، اینا سرطان از هم بیاد. این سوال میکنه از شما اعلی حضرت، حالا به یه شکلی که میشد بهش بگید. اعلی حضرت چون همیشه نظر خودش بود، تو مصاحبه با اوریانا فلاشی هم خودش تصمیم میگیره، میگه نه بیاد، مگه چی میخواد بپرسه. اوریانا فلاشی هنوز ننشسته و اعلی حضرت میگه که اعلی حضرت راجع به چی صحبت بکنیم؟ اعلی حضرت هم میگه راجع به حج میخواین شما صحبت بکنیم. مال سال 54 اگه اشتباه نکنم. از مصاحبه ممنوع بود دیگه، بعد از انقلاب این مصاحبه چیز شد. اوریانا فلاشی میگه که چطور اعلی حضرت با مخالفین شما، با زندانیان سیاسی شروع بکنیم؟ که خب دیگه اعلی حضرت دیگه یواش یواش عصبانی میشه و اوریانا فلاشی میگه که کدوم کار من غلط بوده، کدوم کار من نادرست بوده؟ من اصلاحات ارضی کردم، زمینه ملاکین بزرگ رو بین کشاورزا تقسیم کردم، این کار غلط بوده خانم اوریانا فلاشی؟ من دیپلم وظیفه ها رو واسه که با به جای اینکه بیان تو ارتش جللی تحلیلی بکنن، من فرستادم تو روستاها اسمش سپاه دانش سواد آموزی بکنن. این کار من غلط بوده؟ من کارگران رو در سود کارخانجات سهیم کردم، من به زنان حق رأی دادم، من به زنان حق طلاق دادم. چند تا کشور اسلامی هستش که زنان حق رأی داشته باشن؟ ببینید، با بند وجودش به اینها باور داشته. سال 1356 همون که ایشون داره میگه که تیمسار هاشمی اومده گفته که اعلی حضرت میگن یواش یواش من میخوام، نه اینجوری نبوده. 21 آذر همواره 21 آذر روز نجات آذربایجان بوده. اعلی حضرت میمده تو همین اتوبان کرد، شاید هنوز اون سقوه بودش سیمانی اینا اینجوری میکرد و رژه واحدهای ارتش بود از زمین و هوا و تعطیلی رسمی بود و نمیدونم اینها. آخرین بار که این مراسم برگزار میشه 21 آذر 56 بوده. اعلی حضرت دارن سام میبینن و برمیگرده میگه که من میهم پرستان و 600,000 قوای مسلحه که الان اینجوری دارن رژه میرن نخواهیم گذاشت ایرانستان بشود. یعنی چون شروع شده بود دیگه، آذر 56 دیگه، یه ماه بعدش 2 ماه بعدش تحریض میفته دست مردم 29 بهمن شروع شده بود.
ببینید یعنی شاه با تمام وجود معتقد بودش که کاری که داری میکنه درسته. ببینید شما کی تجدید نظر میکنید؟ زمانی که معتقد باشید که مثل این که یه اشکالاتی تو کارتون هست. شاه تا روزی که مرد معتقد بودش که کار من درست بوده، تمام اون چی که من کردم درست بوده. مردم هم اشتباه کردن، مردم هم فریب خوردن، مردم هم دیر یا زود پشیمون خواهند شد. همچنان که الان خیلی هم میگن قلم‌های پامون بیشکست نمیرفتیم تظاهرات راهپیمایی اینا. شاه معتقد بودن هر کاری کردن درست بوده، کدوم کار من اشتباه بوده. تا روزی هم که مرد معتقد بودش که کدوم هیچ کار من در حقیقت اشتباه نبوده. بنابراین من اصلا قبول ندارم که شاه از یه جاهایی متوجه شده بودش که باید یه تغییر و تحولاتی به وجود بیاد. شاه اصلا معتقد بود تمام اون چی که داره اتفاق میفته توطئه هستش و تا روزی که مردم معتقد بودش که انقلاب چی کشک چی. اینا همش برنامه بودش که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها نذارن پیشرفتایی که من در کشور به وجود آوردم و داره ادامه پیدا میکنه اینا ما نتونیم موفق بشیم. ایران نتونه یک کشور توسعه یافته پیشرفته مدرن نمیدونم و قصه لحاظ. شاه مطلقاً شاه قبول نداشتش که نیازی به تغییر هست، نیازی به تحول هست و تمام دیکتاتورها اینجوری هستن. هیچ دیکتاتوری نیامده در طول تاریخ بگه که من دیشب خیلی فکر کردم و یواش یواش متوجه شدم که نه، مثل که یه مقداری مردمم حق دارن، مردمم راست میگن اینا. نه، اونها همه درست فکر میکنن و مابقی 7 میلیارد 8 میلیارد جمعیت روی زمین در اشتباه هستن. حالا من یه نکته هم اینجا شما فرمودید، همین کتابی که تو آخر مستندم اشاره شد، پاسخ به تاریخ که شاه بعد از انقلاب اینو نوشت، حالا یه جایی که اشاره داره که تشکیل حزب رستاخیز اصلا اشتباه بود، خودش یه جا اشاره میکنه به خاطرات افرادی هم که نزدیک شاه بودن، حتی افرادی که تو ساواک بودن شما مراجعه بکنید هم میگن که ما خودمون اون موقع دیگه متوجه ایرادات شاه شده بودیم، شاه مستعصل شده بود، شاه مریض بود، آقای دکتر اواخر عمر دیگه سرطان خدای لنفاوی داشت، خودش میدونه زیاد زنده نمیمونه و خودش هم متوجه شده مستعصل بود در تصمیم گیری. مشخصا مثلا پرویز ثابتی تو این کتابی که آقای عرفان قانع‌فر ازش منتشر کرده در دامگاه حادثه میگه که اساسا شاه نمیتونست دیگه درست تصمیم بگیره، نمیتونست درست فکر بکنه و لیاقت این هم نداشت که دیگه اصلا شاه ایران بشه. دیگه کسایی که نزدیک به شاه بودن، خود پرویز ثابتی هم رئیس اداره سوم ساواک بوده. یعنی میخوام بگم که خود شاه هم این اواخر که فهمیده بود ولی نمیتونست درست ظاهرا تصمیم بگیره. اینو شما قبول دارید؟ یعنی خود شاه انقدر مستعصل شده بود نمیدونست دیگه چیکار بکنه. برای همین اون پیامی هم که خوندش تو آبان 1357 دیگه صدای انقلاب شما رو شنیدم. آره ببینید بدبختانه در نظام جمهوری اسلامی تاریخ به شدت له و لورده شده و به جای تاریخ و واقعیت‌های تاریخی، تاریخ یعنی کشف حقیقت اون چیزی اتفاق افتاده. نظام جمهوری اسلامی اصلا نیازی به کشف حقیقت نداره. نظام جمهوری اسلامی میدونه در گذشته چه اتفاقی افتاده، همونا رو داره تو مدرسه تدریس میکنه، تو دانشگاه داره تدریس میکنه، تو رادیو تلویزیون تدریس میکنه، تو سریال تلویزیونی که میسازه تدریس میکنه. اینا قطعاً شما درست میگی. شاه در 1 سال آخر، در 2 سال آخر، عرض کردم تو این 37 سال شما باید بررسی بکنید که چه تغییر تحولاتی داره در کشور به وجود میآید. اما اون چی که من دارم میگم این هستش که شاه به هیچ وجه باور نکرد تا روزی که زنده بود که خطا کرده، اشتباه کرده. این یک. دوم این که آقای پرویز ثابتی و دیگران تمام کسانی که در نظام دیکتاتوری کار میکنن، اینا همواره به دیکتاتور اون چیزی رو میگوین که دیکتاتور میخواد بشنوه. یه جمله معروفی هستش که میگه به دیکتاتورها آن چیزی گفته میشود که میخواهند بشنوند. چرا؟ برای اینکه اگر شما به دیکتاتوری غیر از اون چیزی که میخواد بشنوه بگید، به نظر شما اون جایگاهتون رو میتونید حفظ بکنید؟
میتونید وزیر باشید، نمیدونم نخست وزیر باشید اینا و اون چیزایی که واقعیت ها هستش بیان زل بزنید تو تخم چشم دیکتاتور نگاه بکنید بهش بگید که اینجوریه. مجبور هستید که غلام حسین صدیقی در همون روزهای آخر که شما میگید یکی از کسانی بوده که اعلیحضرت میره پیش اعلیحضرت بله برای نخست وزیری که با شاپور و بختیار میشه نخست وزیر. مرحوم مهندس بازرگان که میگه اصلا منتفیه دیگه، خیلی دیر شده واسه این کار. مرحوم دکتر سنجابی میگه که من باید ببینم شورای جبهه ملی چی میگن. اما صدیقی این 4 نفری که شاه میگه که بیان دولت آشتی ملی رو تشکیل بدین، مثلا آذر 57 دیگه 57 غلام حسین صدیقی وقتی میره پیش شاه، همین کاخ نیاوران، میدونید شاه بهش چی میگه؟ میگه این داستان خمینی چی اینا توی مملکت رو انداختن؟ چی میخوان اینا از جون این مملکت؟ این نگاه شاه هستش در دی 57 یعنی چند روز دیگه چند هفته دیگه داره و صدیقی میگه که اعلیحضرت داستان خمینی نیست، داستان یه پدر و یه پسر. به پدر کسی جرئت نمی‌کرد دروغ بگه، یعنی رضا شاه. به پسر کسی جرئت نمی‌کرد حقیقت رو بگه. 25 سال 28 مرداد سال 32 به این طرف میگه 25 سال اومدم تو این کاخ به شما دروغ گفتن خوبه، عالیه، تو بهترین رهبر هستی، تو بهترین فرمانده هستی، بهترین سیاست‌ها و تدابیر مال تو بوده و قصه هاست. و صدیقه قبول نمیکنه نخست وزیر رو، به یه شرط فقط قبول میکنه که اعلیحضرت بمونه در کشور، چون میگه باید شما بمونی. شاه هم نمیخواست دیگه بمونه و بختیار این شرط رو نداشت. بختیار گفت میخوای بری برو و بعدش هم نمیمد بره که بختیار بتونه خودش حکومت بکنه، که حالا دیگه آخرش هم اون چیزی شدش که دیدیم. ممنونم. آقای متحد، حالا ما تا اونجایی که شما می‌خواید نکته‌تون اشاره بکنید داشته باشیم. من این سوالی هم بپرسم دیگه خدمت شما باشید. یه کتابی رو محمد مسعود داره به اسم گل‌هایی که در جهنم میروید. یه اشاره‌ای داره که ایران فراز و نشیب‌های مختلفی رو طی می‌کنه. توی بازه‌های خیلی کوتاهی هم گاهی وقتا یه فضای بازی تو کشور ایجاد میشه و مردم میتونن فعالیت بکنن و اینها. مثلا به اون اشاره می‌کنه. تقریبا میشه گفتش اون دوره‌ای که دوره گذار از قاجاریه به پهلوی، دوره‌ای که دوره گذار از پهلوی اول و پهلوی دوم، و اشاره میکنه این دوره چون کوتاه هست دلیلش اینه که ما هنوز مردم یاد نگرفتن فعالیت حزبی بکنن، فعالیت‌های مثلا مدنی بکنن، احزاب ما شکل نگرفتن، سیاستمدارای ما مردم خیلی توجه ندارن و داره اشاره میکنه که مثلا چی میشه که گاهی وقتا یه گل‌های مثلا توی ایران، حالا تمثیل میکنه از ایران به یک جهنمی که دیکتاتوری هستش، گاهی وقتا یه گل‌هایی توی این میروین. واقعا به نظر شما چرا اینطوره که گاهی وقتا فضای بازی ایجاد میشه، به ظاهر مثلا احزاب آزاد هستن؟ حالا مسعود سال 27 ترور شد دیگه نتونست دوره دکتر مصدق رو ببینه. دوره مصدق هم همین اتفاق افتاد، تظاهرات آزاد بود، نشریات آزاد بودن، حزب توده‌ای که بعد 27 بعد ترور شاه غیر قانونی فعالیت شده بود اینا رسما میان تظاهرات میکردن. ما هم اردیبهشت 32 3-4 ماه قبل از 100,000 نفر تو تهران تظاهرات کردن. چی میشه دوباره هی ما میافتیم به دیکتاتوری؟ این تکرار میشه همینجوری این بازه زمانی که شاه یه حرفی به علم زده خیلی قشنگ گفت. من وقتی برم یه صحبت کرد ایران جمهوری بشه 35 میلیون نفر میخوان رئیس جمهور بشه. کتاب علم هستش. حالات روزانه‌اش دیگه. هر شب آقای ژینت مسعود، دختر آقای خانم ژینت مسعود الان در استراسبورگ با من تماس داره. ما تو تلویزیون زندگی مسعود گذاشته بودیم توی سریالایی که از تلویزیون 7 پخش می‌کردن، خیلی تعجب کرد. گفت جمهوری اسلامی به فکر تجدید از مسعود افتاده بود. نه منم، چون اینو استاد خودم ندیده بودمش ولی از نظر قلم خیلی علاقه بهش داشتم. ایشون اون کتاب اخیراً به فرانسه هم ترجمه شده، گل‌هایی که در جهنم بود. هرچند حضور انورتون که نکاتی که آقای دکتر زیبا کلام گفتن بسیار عالی و واقعا عین تاریخ. یعنی من هیچ حرفی ندارم به حرفاش اضافه کنم. به شاه دروغ میگفتن. شما برای اینکه بدونید به شاه چرا دروغ میگفتن، شما کتاب پرویز راجی رو بخونید. وقتی که هویدا وزیر دربار شده رفته پلو وزیر دربار نشسته، گفت نهار رو با خاویار شروع کرد به صحبت. گفت ما تو لجن داریم فرو میگیم، ما داریم نابود میشیم. این حرف هیچ کس رو گوش نمیده.
به قدری خودکام است که اگر کوچکترین حرفی بزنید شما رو از نظر می‌گیره. اینو هویدا گفت، کتابش هست. حسین ابوترابیان خدا بیامرز دوست ما ترجمه کرده، همه جا هست، 13 تا شما بخونید. میگه هویدا چقدر بدگویی می‌کنه. ببین انتخابای شاه بد بوده. الان اینایی که میگن رضا شاه روحت شاه اگر در شهریور 20 بودن، همین آقای هوشنگ ابتهاج سایه مرد بزرگیه، یه شعری گفته تشکر کرد از ارتش سرخ که اومدن ایران رو نجات دادن. مشکلاتی که یعنی به قدری دیکتاتوری خفقان آور بود، باور کنید وقتی که همه تعجب، خود روسا تعجب کردن، گفت ما وقتی وارد ایران شدیم مثل که داریم تو روسیه راه میریم، کسی با ما جنگی نکرد، مردم هیچ کس اظهار خوشحالی میکردن. شما فیلم‌ها رو نگاه کنید، سربازای انگلیسی دارن میان تو ایران میدان حسن آباد، مردم ایستادن، بعد به پای بچه‌ها نگاه کنید، فیلم‌ها هست الان تو آرشیو ما داریم، پا لخته، یعنی کفش تو پای بچه‌ها نیست. به قدری ظلم شد، به قدری بی‌ناموسی شد، تجاوز به زنای مردم شد، به دخترای مردم شد. من در یه فیلم اینا رو گذاشته بود ورزی، مردم نمی‌دونن دروغه، گفتم آقا برید روزنامه ها رو بخونید. اون موقع تمام اینا تو مجله خواندنی ها گزارش ها یکی یکی چاپ شده چی کارایی کردن. ببینید من خودم طرفدار سلطنت بودم، حقیقت دادم بهتون میگم. چند وقت پیش دیدم من و تو یکی از فیلمای منو گذاشته، مال مثلا سال 52 53 بودم، بله من اینو تهیه کردم. من فکر نمی‌کردم اینقدر این رژیم فاسد باشه، اینقدر این رژیم سست باشه که یک ژنرال آمریکایی بیچاره سپهبد ربیعی، همون که خلبان بود، گفت یک نفر ژنرال آلمانی اومده گوش اعلیحضرت رو گرفته مثل موش انداخته بیرون، مثل موش. گفت من اصلا دیوانه شدم، گفتم شاه مملکت چطور که اومدی گوشش گرفتی و بیرون انداختی؟ توی روزنامه تایم نوشته شبیه ماوس، گنده ماوس، شاه ماوس، توجه کنید، شاه به صورت موش. این ربیعی گفت تو دادگاه. بنابراین اینی که شما میفرمایید بهش دروغ میگفتن، همه دروغ میگفتن. یعنی به قول آقای زیبا کلام، قشنگترین کلامی که میخواستم بگم براش کف بزنید، گفت وقتی دیکتاتور خیال میکنه مردم نمیفهمن، مردم بیشورن، مردم احمقن، مردم مریضن، در حالی که شما ببینید. من یه نمونه بگم، امپراتوری ژاپن زده 5000 آمریکایی رو کشته، 1/4 نیروی دریایی آمریکا رو غرق کرد تو پرل هاربر 1941. چه جنایاتی سربازای ژاپنی کردن، چقدر سر اسرای انگلیسی و آمریکایی رو بریدن، با تبر میزن میبریدن، عکساش فیلماش هم هستش. وقتی که ژاپن سقوط میکنه، ژاپنی‌ها میان میگن آقا توجو نخست وزیر، میگه من همه کاره بودم. گفت چرا؟ گفت اعلیحضرت کاری نبوده، هیروهیتو کاری نبوده. شما میدونید هیروهیتو اخیراً مرد. پسرش اکیهیتو اومد برگشت گفت من دیگه پیر شدم، بچه‌ش آورد، آخرین ملاقاتش با ترامپ بود، گفت من دیگه پیر شدم، ناراهیتو اومد. اصلا اسم آدم نمیشتمه چون عوض میشن. شاه هیچ کار است در دنیا. همین که ملکه انگلستان، من پیدا داشتم فیلمش رو نگاه میکردم، باور میکنید جلوی کاخ باکینگهام فکر کنم 500,000 نفر جمع بودن. چه قربون صدقه ای میکردن، چقدر این زن پیرزن 95 ساله رو قربون و صدقهش میرفتن. ببینید هیروهیتو سر جاش موند. ماکارتور اومد گفت تو دیگه خدا نیستی، تو شاهنشاه نیستی، تو امپراتور نیستی، کنار من با سرک بگی. بعد به مردم با چرا بهش نگاه نمی‌کنه؟ گفت این بچه خداست. گفت بچه خدا نیست. نگاه کردن تو صورتش، توجه کردید؟ تموم شد. یعنی شاه اگر می اومد حرف آدمایی مثل امینی رو، حتی امینی تو این مملکت از پاریس بهش زنگ زد، گفت اومدن خونه رو گرفتن، باغو گرفتن، مملکت رفت. گفت ای آقا خانه من به جهنم، وقتی ما سقوط کردیم، وقتی شاه گوش داد، بلش کن. دکتر بهزادی کتابش هست، شبه خاطرات امینی. ببینید شاه حق گوش نمیداد. این آدمایی هم که تو خیابون میگن روحت شاد، اجداد اینا، پدرای اینا، من یادم میاد تو تمام تهران که من پای ایستاده بودم کنار پنجره، گفتم چرا اینقدر مردم شادی میکنن؟ این شاه که خیلی خدمت کرد، این شاه که بالاخره جلو شوروی ایستاد، جلو عراق ایستاد. ببینید وقتی زور باشه، وقتی الان یه چیزی بگم آقایونی که بالا نشستن، آقایون معمم خوششون میاد، حتما نمیدونن. الان وقت ساعت ما 1 ساعت بریم جلو، هیچ کس هم متوجه نمیشه. شما احساس میکنید ساعت میاد جلو، حالا یه دو نماینده بگه زمان شاه ساعت 1.5 ساعت، اراده ایشون
هیچ کس نمیاد با آخر اعلی حضرت 1.5 ساعت شما چطوری میخواید باور کنید شما سنت نمیرسه تمام نمیرسه نبودی اون موقع دیگه آقا من دیوانه شدم من تلویزیون کار میکردم شب خسته میشدم زن بچه رو میرفتیم توی رستوران تلویزیون آقا تعطیله الان ساعت 11 است گفتم آقا ساعت 9:30 نخیر 1 ساعت و نیم ساعت عوض شده الان ساعت 11 بریم خونتون بریم خونه چیکار کنیم مردم می اومدن اینو باور کنین بساط عرق فروشی و کاباره شما این شاگرد بزاز رفته توی عرشه و فلان کاباره نشسته وقت نداره مردم ساعت 9:30 چطوری برن بخوابن بعد صبح فکر کن 5:30 ما سر کار باشیم 5:30 یعنی 7 صبح اراده ایشونه روزنامه رو نگاه کنید این تقریبایی که الان آقا درست کرد همین تغییر ساعت ببینید یه شخص است به نام پاول پادشاه روسیه بوده پدر الکساندر ساعت رو 3 ساعت آورد تو مسکو جلو مردم ساعت 5 تو تاریکی ساعت 9 مسکو آفتاب طلوع میکنه می اومدن لعنت بر پدر پدر آخرم کشتنش بر پدر پاول بنابراین ببینید دستور امروز من افهام حزب رستاخیز را بنویسم آقا با چند نفر معاشر صحبت کن آقای عطاالله تدین معاون وزیر بود به روزنامه‌نگارا گفت اعلیحضرت امروز میخوام با شما صحبت کنم همه رو بردن رستوران نایب خیابان عباس آباد جلوی اونجایی که الان وزارت ارشاد است نهار خوردن رفتن کاخ نشستن یه دفعه اومد هویدا نشسته بود هویدا تو محاکمش چی گفت توی مصاحبه با مارگارت اوکرن چی گفت شما رهبر حزب رستاخیز بود من خبر نداشتم من راضی نبودم حرفای هویدا خیلی برام جالب بود برگشت گفت شما محاکمه شما رئیس دولت بودین آقای نصیری معاون شما بود شکنجه ها رو خبر نداشت گفت به خدا خبر نداشتم وقتی حقوق بشر اومدن من خبردار شدم من دارم میگم من زمانشا شادوست بودم یعنی واقعا فکرم داره کار میکنه یه دفعه دیدم یه ژنرال آمریکایی میاد میگه آقا گورتو گم کن بعدم میره با اون حالت ضعف و بیچارگی و داره که همه بهش دروغ میگفتن وزیر دربارش دروغ شما قلم و خواهش کنم جوانان عزیز یه دفعه بخونید ببینید یه آدم 58 ساله با داشتن یک زنی مثل فرح 4 تا بچه درست هر روز بده گردش امروز رفتیم گردش میگم چی؟ نمیخوام براتون بگم یک شاه مملکت شما الان بگید مثلا رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن هر روز میره براش دختر بیارن زشته بیخود که مملکت از بین نمیره مملکت که سقوط نمیره میگم من خودم به خدا خیلی طرفدار شاه بودم من داره کار میکنه اصلاحات ارضی میکنه اله میکنه بله میکنه ولی دیدم این پولی که اومد ایدی امین یه شب اومد تهران 200 میلیون دلار بهش بده آخه برای چی تو چه حقی داری هر کسی شب اومد تهران یکی دیگه هم بود اوگاندا اومد تهران اون ژنرال دیوانه‌ای بود 200 میلیون دلار بهش بدیم هر کسی میاد 200 میلیون دلار بهش بدیم چه حقی تو داری مصدق بیچاره با علرزاد این 40,000 تومان رو نگیری پس ما نتیجه میگیریم که مملکتی که دموکراسی باشه هیچ وقت درش انقلاب رخ نمیده الان شما ببینید این کشور همسایه ما آقای اردوغان 15 تا حزب است خیلی هم آدم دیکتاتوری خیلی هم اقدام داره میکنه دیدید که کودتا کرد ارتش 3 سال پیش جلوشو گرفتن نذاشتن کودتا مردم نذاشتن یه ایستگاه تلویزیون آزاد بود اومد رفت صحبت که آقا کودتا چیه بیاین حمایت کنین جلوشو گرفتن بهترین عالی‌ترین سیستم دموکراسیه یعنی مردم احساس کنن مملکت مال اونهاست قربون شما ببخشید سر عمل درد آقای دکتر زیبا کلام اگر شما هم به عنوان حسن ختام نکات دارین بفرمایید فقط یه نکته هم بپرسم حالا چون دوستانی که این مستند رو ساختن یه نگاهی هم به امروز داشتن دیگه یعنی درباره شرایط الان و اینها واسه شرایط هم شما چطور ارزیابی می‌کنید به علاوه اینکه بالاخره ما یه عبرتی هم از تاریخ باید بگیریم دیگه عبرتی که ما از تاریخ میتونیم بگیریم حالا در مورد این مستند شما در 1401 در موردش چه فکر می‌کنید ما واقعا اگر می‌خوایم به مردم بها بدیم توجه بکنیم در 1401 باید چه بکنیم من کار اصلیم در دانشگاه تهران دانشکده حقوق تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هستش ایران معاصر از مشروطه به بعد الان چند وقت یک 2-3 سالی میشه 2-4 سالی میشه که این بحث رو با دانشجویان شروع کردم که تاریخ فایدهش چیه
بعد اونا میگن بله خب از تاریخ میآموزیم، گذشته چراغ راه آینده است، هر کسی کو ناموخت از روزگار پیش ناموزد زیش آموزگار و قصه لحاظا. بعد بهشون میگم که خیلی خوب، یکی هر کدومتون 2 مورد 3 مورد از اینی که میگین که مثلا بگید که فلان نخست وزیر، فلان رهبر، فلان رئیس جمهور، فلان پادشاه، فلان صاحب منصب قدرت در ایران این کاری که کرده به واسطه یه فهم تاریخی بوده، چون در گذشته این اتفاق افتاده، همون چیزی که ایشون داره میگه. بنابراین او سعی کرده که به اصطلاح یه سیاست دیگری رو اعمال بکنه. بعد دانشجوها یه سری مثالا میارن، میگن حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. بعد یکی من اینا رو تشریح میکنم و معلوم میشه که اصلا هیچ ارتباطی به تاریخ نداشته. اون تصمیمی که گرفته شده چون این نفع واسه حکومت داشته، چون این نفع واسه این فرد داشته، چون این نفع واسه شاه داشته، چون این نفع واسه اون نخست وزیر داشته، این تصمیم گرفته شده. اینجوری نبوده که بر اساس یک فهم تاریخی گرفته بشه. و یواش یواش کلاس به اینجا میرسه که اگر هم تاریخ قرار بوده به ما یه چیزایی رو بیاموزد، ما یه چیزایی رو از تاریخ فرا بگیریم، خیلی شاگردای ممتازی خیلی شاگردای خوبی نبودیم و چیزی از تاریخ یاد نگرفتیم. ببین پسرم، اگه قرار میشدش که ما از تاریخ چیزی یاد بگیریم، اگه قرار میشد مسئولین بعد از انقلاب از تاریخ چیزی یاد بگیرن، از گذشته چیزی یاد بگیرن، جهان بهشت میشد، ایران بهشت میشد، دنیا گلستان میشد. بنابراین این نگاه غلطی هستی. ظاهرش درسته، از گذشته درس بگیریم، نمیدونم اینها، ولی کی از گذشته درس گرفته؟ کی حاضر شده یک عملی رو، یک اقدامی رو، یک سیاستی رو اعمال بکنه به واسطه یه فهم از گذشته، درک از گذشته؟ تمام سیاست‌ها به خاطر منافع همون وضع موجود هستش و ارتباطی به گذشته خیلی نداره. بنابراین من معتقدم که ما تنها کاری که بتونیم بکنیم کشف حقیقته. اینکه این حقیقت به چه درد میخوره و حالا به نظر استفاده بکنیم، اینا ظاهرش خیلی قشنگه، گذشته چراغ راه آینده هستش و اینها، ولی ارتباطی به نظر من میشه گفتش که میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا در زمان شاه احزاب و تشکل‌های واقعی که آقای معتزد گفتن که اون مستندم بود چرا به وجود نیامد؟ چرا احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران محمد رضا شاه پهلوی نتوانستن مثل همین ترکیه که ایشون میگه یا مثل احزاب و تشکل‌های دیگر در کشورهای توسعه یافته عمل بکنن؟ و آیا اون دلایلی که باعث شده بود در گذشته رستاخیز نتونه موفق بشه، ایران نوین نتونه موفق بشه، اساساً تحزب نتونه در ایران موفق بشه، آیا اون اسباب و علل امروز که اول مرداد 1401 هم هست، آیا اون اسباب و علل همچنان برقرار هستن نیستن؟ اینا به نظر من اگه مقصود از درس گرفتن اینها باشه، آره، ولی اصلا و ابدا مسئولین سیاسی به هیچ وجه نمیان بگن که شاه این کارو کرد و به این سرنوشت دچار شد، پس ما بیایم درس بگیریم و ما اینجوری رفتار بکنیم یا اونجوری رفتار بکنیم. جهان گلستان میشد اگه این اتفاق میافتاد، ولی واقعیت ها متاسفانه اینو نشون نمیده. ممنونم. آقای معتزد، اگر نکته‌ای به عنوان ختام دارید و جمع‌بندی خدمتتون هست. من زیاد ناامید نیستم. میدونید چرا؟ بشر و به طور کلی جوامع رو به جلو هم. من روزنامه نگارم. من سال 1339 وارد مطبوعات شدم و در سن 22 سالگی سردبیر مجله پرتیراژ ترقی شدم. یه مجله جنجالی بود، مثل از نظر انتشار مثل اطلاعات، مثل کیهان، مجله 1108 چاپ می‌شد. من
من 22 ساله بودم پشت میز اون سردبیری نشستم، برای اینکه از دانشگاه اومده بودم بیرون. آقای ترقی هم خودش وکیل پای یک بود. پدر ما به سانسور در می‌آورد. یعنی باور کنید سانسور طوری بود که جدول کلمات متقاطع می‌بردن و نگاه می‌کردن. من یه روز فاروق مرده بود، یه عکس گذاشتم نوشتم عیاش‌ترین سلطان جهان مرد. فوراً تلفن آقا بی وزارت اطلاعات یعنی ارشاد. آقا این چیه نوشتی؟ گفتم این چه ربطی داره؟ شما از سردبیری معذوری، یه سرتیرم بود خدا بیامرزه. شما صلاحیت شما به سلطنت دارین توهین میکنید. گفتم آقا فاروق که آدم جالبی نبود، فاروق که دشمن محمد رضا شاه بود. نخیر آقا، جدولا رو نگاه میکردم. الان چنین وضعی نیست. منتها دولت بلد نیست توضیح بده. یه نفر در فلان استان میگه اینجا باید از ایران جدا بشه. شما میخونید که ایشون رو گرفتن 5 سال زندان کردن. ما علتش بگید. شما تو انگلستان میتونید اسکاتلند رو جدا کنید، پدر آدمو در بیارن. رفتن مردم رأی دادن، یه عده زیادی. ملکه اومد خواهش کرد، گفت مردم اسکاتلند خیلی قشنگه، اسکاتلند شمار انگلیس کوچولوئه، انگلیس 244,000 کیلومتره. ملکه خواهش کرد، گفت مردم رأی بدید که جزء انگلستان باشه. رأی دادن مردم. خب یکی الان بلند میشه در فلان استان، شما خبر ندارید، جمعیت عفو بین الملل در ایران جوانی رو گرفتن 20 سال زندان کردن. اولا این زندان ها بی خوده، خیلی باید کمتر باشه، چون زندان آدم رو متنبه میکنه. من خدا بیامرزه آقای نیکا زندان بود، کمونیست بود، بخواست شاه رو از بین ببره، حالا بهش بستن کنفدراسیون. 3 سال که در زندان بود عوض شد. یک کمی کتاب خونه که مملکت رو دید، آدما رو دید، عوض شد. آخرم دیدیم جانش رو از دست داد که بعد شاه تو کتابش نوشته نابغه شرارت. ببینید چقدر آدم بی احساسی بوده. بنابراین الان دولت توضیح نمیده. دولت اگر در مورد بنزین توضیح میداد هیچ اتفاقی نمیافتاد. با مردم باید رو راست باشه. من خیلی از مسائل میبینم توضیح نمیدن. آقا جان در کدام کشور تجزیه طلبی عرض شد؟ شما فضای مجازی ببینید، نوشته من ترکم، من ترکیه، عرض شد باکو، نمیدونم ترکمنستان. آقا تو ایرانی هستی، رئیس مجلس ملی آذربایجان رسول قالیوف. آقا اینا ما آریایی هستیم، ما ترک نیستیم که، ما مغول نیستیم که، ما جزء ایران بودیم، ما همیشه جزء ایران بودیم. رئیسش گفت توضیح ما نمیدیم قربان. ما مشکل بزرگ بود که دولت با مردم با رو راست باشه. آقا من امروز این مشکلات رو دارم، این گرفتاری دارم، پول شما رو هم هدر نمیدم، شما اولین نفر ملت ایران به گردن ما حق داره. ما توضیح نمیدیم. ما میدونید بسکه اقدام میکنیم، یعنی خیلی از مسائل کوله بر میره اونجا. من پرسیدم آقا چرا این کوله بر رو تیراندازی میکنیم؟ گفت خبرهای منتظر مسلسل میارن، هر شود که مشروب بیارن. گفتم خب اینا رو اعلام کنید، یه جایی بذار بگید گشتم سخته. وقتی میاره آقا مشروب نیاره، برو یخچال بیاره. حالا بدبختی بیچاره ایبی نداریم، اینا هموطن ما. تمام تو دنیا هر چه مثلا آقا کوله برا رو زدن، مامورین پلیس زدن، کشتن، انتظامی. آقا میگه اینا راههایی دارن میتونن بیان، یعنی یه مجوزایی دارن. در همه جای دنیا، در کشورهای دنیا نقاط مرزی اجازه دارن. آقا بگید شما اینا رو نیارید. شما اگر مسلسل بیارید، اگر مشروب بیارید، اگر مواد مخدر بیارید، جلوتون میگیرن. نمیتونه. دولت ایران الان متهم به یه دولت سختگیر، در حالی که خیلی کافیه وزیر تبلیغات خوب داشته باشه، یه سخنگوی حسابی داشته باشه. اپریوس سخنگوی وزارت خارجه داره صحبت میکنه، تبلور رو نمیتونه بگه. دیدین که چطوری گفت؟ تمام دنیا گذاشته آقا آقا تو یه بخونینو. من خودم تلویزیون میرم میخوام مطلب بخونم، من صرف صحبت میکنم، از روی کاغذ رو یه دفعه میخونم. دولت ما توضیح نمیده. ولی الان نسبت به دوران شاه من اینو دارم به عنوان یه روزنامه نگار میگم. من مقالاتی می‌نویسم، باور کنید وقتی چاپ میشه میگم چطور تحمل میکنم. الان در مورد واقعه اصفهان کجا بود نجف آباد نوشتم، این به نظر من مشکوکه. جناب دادستان چرا میگن مشکوک خودکشیه؟ بریم بررسی کنیم. کارگاه ما داریم، کارگاه عالی تو مشهد، سرهنگ بیدمشکی، در تهران کارگاه کرمی. گفتم اینا برن ببینن چطور میشه یه خانواده 5 نفری خودکشی کنن. کسی هم اذیت هم نکرد. روزنامه‌ام در اومد، هیچ کس هم اذیت نکرد. من چون ببینم 80 سال سنم، همه چیزا خودم آماده برای هر اتفاق بیفته برام. ولی واقعا انصاف میدم. الان آزادی، یه فیلم پریشب داشتی که تلویزیون فرار رو پخش می‌کرد.
فقط رفته پلو مردم ماچش میکنن میبوسن فلان. شما ببینید من تو تلویزیون آدمی بودم، تاریخ نویس بودم، همه منو میشناختن. باور کنید تلفن زنگ زد گفت این فیلمو پخش نکنید. زمان شاه از دربار زنگ زدن، چون فرق خیلی محبوب میشد، خیلی مردمی بود، تلفن کرد دیدن پریشان که این تلویزیون داره پخش کنه، خندن گرفت. زنگ زدن گفتن آقای فلان معاون تلویزیون این فیلم قابل پخش نیست. ما مشکل الان که خیلی کارا شما فقط از اینجا بلند شید تا عرض شود که دماوند برید ببینید چقدر دو طرف خونه ساختن. نگاه کنید همون شهر که مسکن مهر که الان شده 1 میلیارد نگاه کنید، میدونید چقدر بود؟ 25 میلیون با مای 230,000 تومان. 3 نفر 4 نفر از دوستان من سپاری که روزنامه نگار بودن الان دارن اونجا زندگی میکنن. شما وقتی میدید همین طرف پردیس نگاه کنید چند هزار خونه ساختن. کی بود اینا این اتفاقات؟ اتوبانا رو نگاه کنید، بندر عباس رو ببینید، خیلی کار شده توی این مملکت. شما میدید مثلا شما رو دیدم تشخیص بدم مثل شهرهای آلمان شده، مثل شهرهای انگلیس شده، بلد نیستیم. زبانمون بسته است. یه روز گفتم آقا تو این اتوبان مدرسی دوربین بذارید ببین اتوبان عین شمال شده، عین واقعا نور شده، چمستان شده. این قریه برای که این کاری نیست. کسایی که باید این کارو بکنن این کاری نیستن. شما باید از هر موردی برای تبلیغات استفاده کنید. مردم بدونن تو این مملکت میگن آقا 43 ساله تمام مملکت رفته، پول مملکت هدر رفته فلان. نیست اینطور. کار خیلی شده تو این مملکت. اون آقا برگشت گفت 150 تا کارخونه اون زمان شد، الان ببینید چقدر کارخونه. منتها بلد نیستیم اداره کنیم، بلد نیستیم، یعنی یک کاری میکنیم اشتباهاتی میکنیم بلد نیستیم. ببخشید که سرتون رو درد. من آیه که جو کنم دیگه برای خودتون نکته‌ای دارید خدمتتون هستم. فقط این نکته میگم شما یه قسمت اول فرمایشاتتون فرمودین که صفی حالا هم مستند قبلی شما دیدین هم این مستند که مثلا میخواد تطبیق جمهوری اسلامی باشه. شما این مستندی هم ان شاء الله 1 ماه آینده رو نمایی داریم به اسم فرنک که اصلا در مورد همین کارخونه‌های قبل از انقلابه که بعد از انقلاب شرایط بدی براشون اتفاق افتاد. اتفاقا نقد هم می‌کنیم، یعنی اینطوری نیستش که فکر کنید که نقدی مثلا وجود نداره. الان دقیقاً مستند فرنخ ما نقد عملکردی که چرا بعد از انقلاب یه سری کارخونه‌ها که یکیش کارخونه فرنخ قزوین هستش به این وضع دچار شده که کارگراش بیکار شدن و کارخونه اصلا از بین رفته. واقعا سفیر سعی میکنه که واقعا انصاف رو رعایت کنه، حالا تو حوزه‌های مختلفی که تولید میکنه، حالا چه کارهای تاریخی، چه در مورد موضوعات اجتماعی و حتی موضوعات مربوط به حوزه خانواده. خیلی لطف کردید. ممنونم آقای دکتر زیبا کلام، آقای معتضد خیلی ممنونم، منت گذاشتین. از حوزه هم تشکر می‌کنم.